ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. امروز امیر دیم وطنی ما، دیم مسلمانای ما دموکراسی آزادی است. بدبخت دموکراسی آزادی نیست، دموکراسی غلامی است. دموکراسی کلگی را غلام امریکا جور کردن است. دموکراسی تسلیم شدن به 4 قانون خود ساخته دنیای غرب است. این آزادی نیست. آزادی توسط لا اله الا الله آمده که تو را میکشه فقط بندی یک الله. کدام الله؟ که خالق جهان است. کدام الله؟ که رب العالمین است. کدام الله؟ که الرحمن الرحیم است. کدام الله؟ که مالک یوم الدین است. تو را آزاد کرده. انبیاء علیهم السلام آمده، ملت افامانده شما انسان هستی، آزاد هستی، فقط بندی یک الله هستی، در بند یک الله قرار داری، در نظام یک الله قرار داری. امروز کلان مردم ما لاف از دموکراسی میزن، لاف از بیدینی میزن، میگه دموکراسی آزادی است. یا آزادی چی را میگه؟ کسایی که نعوذ بالله قانونی که نظامی که بیبندوباری را، فحاشی و عیاشی را، عیش پرستی را، چیزایی که خواهشات نفسی است او را پوره کنه در سری را، در سری سرک، این را آزادی میگه. اینمی تقاضای آزادی مردم بیدین است. این مردم دین نداره، یا آزادی را مفهومش نمیفهمه، یا میگه ما آزاد باشیم، چشم ما آزاد باشه، دست ما آزاد باشه، دهن ما آزاد باشه، پای ما آزاد باشه. هر چی که میکنیم ما از کی گله کنیم؟ کلان مولای داد میزن از دموکراسی. یک روز در سر منبر نمیگه که ما به دموکراسی نیاز نداریم. آزادی را رسول الله به ما آورده، لا اله الا الله. ما را وابسته به یک نظام واقعی که الله ساخته، که سعادت بشریت به او وابسته است. انسان است. راست تا نبگوید ای کاش که یک زنی که در مجامع غربی زندگی میکنه و یک زنی که یقینا به قرآن و حدیث معلومات داشته باشه، کل اهل خانوادهش این را با او مقایسه کنیم، بعد از او معلوم میشه که انسانیت چیست.